و دقیقاً 55 حوزه اخذ رای هم داریم. خب همکنون مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای در حسینیه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه حضور پیدا کردند و قراره که ایشون تا لحظات دیگر رای خودشون رو به صندوق بیاندازند. همکنون مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای شناسنامه خودشون رو به ماموران اجرای انتخابات ارائه کردند و قرار هستش که بعد از اجرای مراحل قانونی تا لحظات دیگر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای رأی خودشون رو به صندوق‌ها بیاندازند. بله همکنون ماموران اجرای انتخابات در حال انجام تشریفات اداری هستند برای آماده شدن شناسنامه که حضرت آیت الله خامنه‌ای رأی خودشون رو به صندوق بیاندازند. بله همونطور که در تصویر ملاحظه می‌کنید و همطور شنوندگان ارجمند و گرامی، مراحل قانونی انتخابات داره انجام میشه و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای تا ثانیه‌های دیگر رأی خودشون رو به صندوق‌ها خواهند انداخت. خب همکنون مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای دارن آماده میشن که رأی خودشون رو به صندوق بیاندازن. خب همونطور که در تصویر مشاهده می‌فرمایید و همونطور که خدمت شنوندگان ارجمند گزارش می‌کنم، مراحل قانونی انجام شده و حضرت آیت الله خامنه‌ای آماده میشن برای انداختن رأی خودشون در صندوق‌های رأی. خب حضرت آیت الله خامنه‌ای رأی خودشون رو به صندوق‌ها انداختند. حضرت آقا از طرف جامعه رسانه‌ای کشور به ویژه رسانه ملی خدمت شما سلام عرض می‌کنم. صبحتون بخیر. صبح شما هم بخیر. خسته نباشید. متشکرم از شما. حضرت عالی طبق دوره‌های گذشته و مثل انتخابات قبل در نخستین دقایق رأیگیری در پای صندوق‌های رأی حضور داشتید و رأی خودتون رو به صندوق انداختید. همکنون میلیون‌ها ایرانی در اینجا در حسینیه حضرت امام خمینی شاهد حضور شما هستند. حضرت عالی بفرمایید که چه توصیه‌ای، چه پیامی درباره انتخابات برای ملت غیور و سرفراز ایران اسلامی در این روز تاریخی و سرنوشت‌ساز دارید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اولا روز انتخابات روز جشن ملی است. این جشن رو به همه هممیهنان عزیزمون در سراسر کشور تبریک میگم. ثانیاً روز احقاق حق مدنی ملت که میخوان بیان رأی بدن و شرکت خودشون در اداره امور کشور رو که حق اونهاست اون رو به دست بیارن. ثالثاً یه تکلیف شرعی است که اینها رو ما قبلا هم عرض کردیم و حقیقت این است که انتخابات متضمن منافع ملی کشور. هر کسی که به منافع ملی کشور علاقه‌منده در انتخابات شرکت میکنه. توصیه من اینه که اولا همه با همت حرکت کنن و بیان به اشخاص مورد نظر خودشون که به اون رسیدند رأی بدن و این کار رو هرچه زودتر انجام بدن. این توصیه همیشگی ماست، یعنی نگذارن آخر شب و آخر وقت. همین اول وقت، اول روز، نیمه اول روز بیان رأی بدن و متراکم نشه جمعیت در پایان روز. و بعد هم در هر شهری به تعداد نامزدهای اون شهر
رأی بدن. مثلا در تهران به 30 نفر رأی بدن، واقعا اسم 30 نفر رو بنویسن. این خیلی کمک میکنه به اینکه انشالله مجلس قوی باشه. از خداوند متعال میخواهیم که به ملت ایران توفیق بده، خیر بده و رحمت و برکت خودش رو بر این ملت انشالله نازل کنه و این انتخابات رو هم مایه خیر و برکت برای این کشور قرار بده. از شما دوستان رسانه‌ای هم تشکر میکنیم که زحمت کشیدید و بازم زحمت خواهید کشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت آقا از شما سپاسگزارم و متشکرم. حضرت آقا از شما سپاسگزارم و متشکرم. شكرا جزيلا لكم. صلی علی محمد و آل محمد. إذا مشاهدينا تابعنا وإياكم طبعا هذه المراسم الخاصة بإدلاء سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي.